یکم تا میگم عاشق شدم نه بازی تو عاشق که میشه با بیخی اختیار از دست میته شب و روز در ذهنشون همو است حتی میگه که دیار دپاره در امثال جوڑاوم به خاطر یار اگر این دو است در امثال جور میکنم میرم عبادت میکنم اگر در کلیساست میرم عبادت میکنم تا که امی مرا قبول کنه این کافر میشه عاشق حالی عشق چطور کسب کرد؟ قرآن میگه که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنین بگو نظر تا پایین کن زنهای مؤمن هم بگو که نظر شهوت نکنن مردم یک بار نظر کردی یا پایین کردی شهوت هم نبودی دوم بار نظر کردی شیطان سوم بار تیرای شیطان در قلبت میخوره خب تیر میخوره قلبت پریشان دیگه باز نظر باز گپ زدن و ارتباط قصه و نزدیک شو چکر و این گپ ها باز میگه حوصله خو خلاص شد دیگه نه باز دیگه کارهای ابتدایی را شروع میکنه بعد از او باز چی میشه عاشق میشه حالا باز این بچه است اگه هست میگه غیر از این دختر دیگه هر کسی بگیرین قبول ندارم اگه میگیری امین نمیگیری در دریا میپرتم خدا در دار میزنم دخترام میگه غیر از این امی تکت کنم یک توتیم از فلانیست این تو دختران هم شنیده یک توتیم از فلانیست اگر بگو این خب فاسق است بیدین است هر چی که هست شب و روز باز ببین نه نماز نه دیگه در زیر ذهنم میای گاهی زنگ بسیاری رو ببینیم تا صبح زنگ میزن در فیسبوک های تو بزن روان کده رایست این عکست بسیار خوبش است این گپایت بسیار خوب این تو رست این تو اینیم قصه کده رایست والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم بازو میگه اگر اینی آدم بکشی میکشم میگه اگر تو بازو میگه خود ریشت بسیار مزاحم است امیره کلش میکنم شراب ما خوش دارم میخورم میگم شراب خب باز میگه والا تو بسیار قرآن و سنت میگه میره الابت هیلایش میتم ببین چیز کفر است میگه باز میگه خیبیه که من تو این کارم میکنم میگه ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه واقعا میگه اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت نه واقعا اختیار رفت کس با کی کرد خودش کرد یک گاز پس میدوانی اول به اختیاره به اندازه بدم یک دفعه که خوب زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت آل هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیا متو دریات خیس میزنه در دریا اول به اختیار خودت بود امیر به این درجه کی رسان خودش رسان